سلام از اول. خیلی خوش اومدید به اکسپرس 10. تمرینات امروز روی کل بدن هستش. 2 تا وزنه میخواین، وزنه متوسط برای حرکات بالاتنه و وزنه سنگین‌تر برای حرکت پایین تنه. خب بریم با وارم آپ شروع کنیم. جامپینگ جکس هم میتونید به صورت پرشی برین، هم میتونید پرش رو حذف کنید و قدمی برین. مرسی. keep going. بعدش میریم برای روی زمین. یک فلو پشت سر هم انجام میدیم. 5 4 3 2 و 1. خب بیاین سر متتون وایستین. با دست برید تو پوزیشن پلنک، برگردین عقب. دوباره واک فوروارد، سرشونه رو بیاریم بالای مچ دست. واک بک، یه دونه دیگه. خب بعد اینجا بمونید، زانو رو بذارید روی زمین، باسن کماکان جلوتر از زانو باشه و بریم برای شولدر تپ. بالا نگه دارین. خب از همین حرکت میریم برای داونوارد داگ و دوباره میاین روی زانو. دوباره داونوارد داگ، زانو. خب دوباره همینجا بمونید، دستا رو یکم بازتر کنید، کامل قفسه سینه رو بذار زمین، بیا بالا. آفرین. داون اپ. یکی دیگه. مرسی. خب بخش اول 4 تا حرکت دوران انجام میدیم. هر حرکت 10 الی 12 تا. وزنه‌های سنگین ترتون رو بردارید چون ترکیبی هستش، هم بالاتنه داره هم توش پایین تنه. ببینم متوسط ها رو بردارید. میتونید متوسط هم بردارید ولی انتخابش با خودتونه. خب حرکت ها رو بهتون نشون میدم. 10 الی 12 تا. حرکت اول پوش پرس هستش. حرکت پوش پرس یه ذره میشینید، کمتر از اسکوات ها، یه ذره میشینید وزنه رو میبرید بالا. بعد بلا فاصله میریم برای حرکت بنت اوور رو. اینم 10 الی 12 تا انجام میدین. بعد میریم برای چست فایر که توی این میتونید یکم دمبلتون رو شاید سبکتر کنید که میاد بالا. من خودم سبکتر میکنم و برمیگرده عقب به حالت 45 درجه. بعدش میریم برای بایسپ کرل. تقریبا غیر از حرکت اول و دوم که میشه با وزنه یکم سنگین تر انجام داد، 2 تا حرکت آخر وزنه متوسط یا سبک هم جواب میده. اوکی؟ and let's go. وزنه ها بالای سرشونه. بازم یعنی که ناف رو میکشید به سمت داخل. حواستون باشه تو اسکوات نرین، اون یه حرکت دیگه است. 10 الی 12 تا. خب سویچ کنین. بنت اوور رو، دست میاد کنار باسن، کنار سینه نباید بیاد. در اون صورت زاویه آرنجتون خیلی تند میشه و غلطه. قشنگ باسن رو بکشین عقب، بالاتنه تو پوزیشن 45 درجه. دوباره موقع تنفس به نافتون فکر کنین و ریلکس. من وزن‌ها رو عوض میکنم. 2 تا دست 2 طرف بدن، کف دست به سمت بیرون، وزن‌ها رو ببرید بالا، بیارین پایین.
شکم اگر توی تنفس درگیر بشه تمام حرکات میشه حرکات شکم و تاثیرش رو واقعا روی جمع شدن سایز دور شکمتون احساس میکنین. One more. مرسی. خب همینجا هستیم، میریم برای جلو بازو. وزنه رو بیش از حد بالا نیارید که آرنجتون رو با خودش ببره. آرنج باید سر جاش فیکس باشه. و ریلکس. آب بخورین. باز من دوباره آب یادم رفت. بعد میریم برای راند دوم. همین حرکت ها. Shake it out. خب میریم برای push press. 3 2 1. یک کوچولو میشینی، وزنه رو میاری اینجا و push press. سعی کن بالا که میری آرنجت کاملا باز شه. یه مکس بکن بعد بیا پایین. همیشه میگم آخر حرکت ها نقطه بذارین، انگار جملتون رو تموم کردین. عجله نکنین، هر کسی برای خودش بشماره. یا میتونید زمان رو فاکتور قرار بدین و با من حرکت کنین. خب برید تو پوزیشن 45 درجه، کمر صاف، دمبلا بکشه به سمت دو طرف باستن. اینجا نه، دو طرف باستن. 6 7 8 9 10 11 12. اگه میخواین وزن رو عوض کنین 3 2 1 raise 1 2 به نافت فکر کن. Holy shit. Okay, I'm just gonna do 10. خسته شدم. خب سویچ میکنیم. یک کوچولو وزنم سنگینه برای حرکت فلای. پرنده که نیستم، من با پاهام راه میرم. چی فکر کردم که دستم به اندازه پاهام قویه. کیفیت 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 از همه چی مهمتره. That being said 9 10 باید بهتون فشار بیاد. نه ترسین از اینکه دوتا مثلا تکرار آخر باید یک کمی سکریفایس کنید و جون بدین، ولی جون بدین که بیارزه دیگه، که حداقل حرکت رو درست انجام بدی. از اون طرف جون بدی، از این طرف حرکت هم درست انجام ندی، باختی دیگه. به نظر من نمیارزه، همون بهتر جون ندی. خب alright، بخش دوم همونطور که گفتم روی پایین تنه هستیم. یا من پیدا کنم تمریناتمو. Just typed it. کمی شما نفس بکشین. چه خبر؟ چی کار میکنی؟ خب از زندگی راضین؟ آها خب دیگه میریم سراغ دمبلای سنگین تر. اینجا بنده دیگه با پاهام شوخی ندارم. اولین حرکت رومانیان ددلیفته. خب بعد از اینکه رومانیان ددلیفت رفتین، شاعر میگه که بهتره لترال لانج برین که هر بار چپ و راست رو عوض میکنیم. شاعر بسیار مهربان بودن. خب بعدش یه شاعر دیگه میاد میگه که اسپلیت اسکوات، هر سم 6 تا
که در واقع این پوزیشن زجرآور استاتیک لانجه. و بعد خاک به سرم، نمیدونم کتاب شعر دست کی افتاد، قطعا وزنمون رو عوض میکنیم چون قراره جامپ انجام بدیم. شاید هم وزن رو نگه داریم، بستگی داره. 10 to 12 in 5 seconds. 4 3 2 1. پاها نزدیک هم و برو بریم. قشنگ باسن رو بکش عقب. فکرت به نافت باشه. از کلت بیا بیرون، برو تو نافت لطفا. 6. حواست اینجا باشه. نگران نباش، مشکلات بعد از این ورزش ها هم سر جاشه، هیچ جا نمیره. 11 and 12. lateral lunge. هر دو تا پنجه پا به سمت روبرو باشه. 2 تا دمبلا بیاد دو طرف پا. بالا تنه حرکت کنه کلش یک پارچه. سرشونه ها حرکت کنه با شکمت. میتونی 10 تا بری یا 12 تا، ولی 11 تا نمیشه، شوخی میکنم. اوکی. اسپلیت اسکوات. یا پا جلو یا پا عقب. همین وسط میری پایین میای بالا. آیدیالی. غیر ایدئالش اینه که یکم به جلو خم شی این کارو بکنی. غلط نیست، ولی خودت برو تفاوتشو میفهمی. 6. خب اینا دیگه نمیتونی 11 تا بری چون باید زوج باشه. 3 4 5 6. Too much 20 pounds. Come on. این دختره که پیجش هم همین اینستاگرام میلیونیه، اون از این کارا میکنه، هیتو با وزنهای سنگین میره. I don't like that. Too much. 5. روبابست اسمش چیه؟ 9 10 11 12. من حتی اگه کسی فکر میکنه کلا پریدن با وزن کار پر ریسکیه، بهش احترام میذارم. اما من این کارو میکنم برای اینکه بند ناف فیتنس من رو مثلا با هیت بریدن. من مثلا با ورزش با این آشنا شدم. خیلی کامفورت زونمه. ولی واسه کسی که تازه کاره یا رشتهش بدنسازیه، یه همچین کاری به نظر من یکم وارد تو ماچه. با وزن بدن بری بهتره. alright. Second round. Romanian deadlift. پاها موازی. زانوها فنری. And go. دستا نزدیک بدن. سرشونه ها سر جاش. ناف درگیر. نقطه آخر جمله. تا وسط استخون ساق پات برو پایین، دیگه پایین تر نرو. فایده نداره. قشنگ عضلات باسنتو خودت میفهمی. باز کشا دیگه. That's good. Come back up. And that's 12. Side lunge. اینو اصلا منم خوشم نمیاد. 1 2. من حرکت فیوریت پایین تنم همون ددلیفته. بقیه رو همچنین با قور میرم. اسکوات هم خوبه. بد لانج. اسپلیت اسکوات. این فیتنس هم گیج کننده است. به این استاتیک لانج هم میگن.
6. نفس بکش، به بدنت اکسیژن بده. 4 5 6. All right, let's do it. 1. Ooh. No. Fucking 10. Ha! Ooh. Ooh. کولر بخوره به پام. سوخت. All right. شکم. تشریف میاریم رو زمین. بعد چند تا حرکت داریم؟ 1 2 3 4. خب میتونه اصلا وزنه نداشته باشین، اما من بدم نمیاد یکم سرگرم کننده باشم. خب اولی آره پاها درازه، دمبل میره بالا سرت. ورژن سادهش اینه که میای بالا میگه قربون ورژن ساده و زانو میره تو شکم. خب یا یکی رو میاری و وزنه میبینی میاد اینجوری جلو. 30 ثانیه. بعدش میریم برای راشن تویست به همراه پرس. یا پا بالاست یا پایینه. چپ راست اپ داون. بعدش دیگه وزنه رو میذاریم کنار، میریم برای پاها رو ول میدیم به این شکل. بعدش یه کمی دوچرخه. هر کدومش 30 ثانیه. اما گتس وات تایمر ندارم، در نتیجه تخمینی هر موقع عشقمون بکشه میریم حرکت بعدی. 15 رو بردار. Ready? 3 2 1. Keep going. And switch. یا اول فصل. اوکی. چپ راست بالا پایین. میتونی پاشنه رو زمین بذاری. That's okay. Keep going. نفس یادت نره. 2 more. 1 more. Okay. Holy shit. خب وزنه رو میذاریم کنار. خدا رو شکرت. اوکی کجا بودیم؟ آها بریم. ببخشید بچه تلفنم زنگ خورد، بلنگومو قطع کرد. ادامه تمرینات اکسپرس. متاسفانه 11 رو بعید میدونم امروز وقت کنم بیام. اوکی بریم برای دوچرخه. Keep going. یه رانده دیگه هم اینو میریم. اوکی خب حرکت اول knee to chest. یا میتونین هر دو تا پا رو بیاری. یه سمت دم هپس، یه سمت بازدم. میتونین بدون وزنه هم برین. 4 3 2 1. اوکی 1 2 3 4 5
6 بالا تنه رو 45 درجه نگه دار. شونه ها رو بده عقب. And switch. فکر کنم صدام قطعه. That's okay. خب. عوض میکنیم. Four, 3, 2, 1. اوکی. صدامو داریم بچه ها؟ اوکیه؟ اوکی. خب مراقب خودتون باشین. یکم امروز فکرم طولانی تر شد از 20 دقیقه. متاسفانه